3 تا فکت تاریخی که نباید راجبشون چیزی بدونی. شماره 3، چارلی چاپلین و هیتلر هر دو در 1 سال، 1 ماه و تنها با 4 روز اختلاف به دنیا اومدن. چاپلین در 16 آپریل و هیتلر در تاریخ 20 آپریل 1889 به دنیا اومدن. شباهت این دو شخص به هم واقعا عجیبه. شماره 2، طبق تحقیقات منتشر شده 50% از زمین‌ها و املاک انگلستان در اختیار 1% از جمعیت این کشوره که شامل ملکه، خاندان سلطنتی، اشرافزادگان سرشناس و برخی تاجرها و شرکت‌های تجاریه. شماره اول، عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان که به ایران هم اومده بود، نزدیک به 20 سال عضو تیم ملی کریکت پاکستان بوده و سال 1992 به عنوان کاپیتان با این تیم قهرمان جهان میشه. جالبه بدونید الگوی زندگی خودش رو علی شریعتی و اقبال لاهوری میدونی که با رازک همیشه بروزی، پس لایک و ساب یادت نره.